جغد پیر دانا گفت کرکس، غرورش باعث مرگش شد و بس. اگرچه او همان شاه طیور است، ولی کن کرد ثابت بیشعور است. به لبخندی ملامت گونه اما به گفتا پاسخش را جغد دانا. عقاب است و شکار تازه خوردن، نباشد در مرامش لاشه خوردن. نه او مانند کرکس مرد خار است، و نه مثل کلاغان پاچه خار است. گرسنه مردنش مطلوب تر هست، ز عزت او نمیشوید دمیده است. مهم باشد چگونه زیست کردن، نیرزد زندگی با یوغ گردن. گرسنه چون عقابی پیر مردن، به از مانند کرکس مرده خوردن. مهم باشد چگونه زیست کردن، نیرزد زندگی با یوغ گردن. گرسنه چون عقابی پیر مردن، به از مانند کرکس مرده خوردن. احمد فرانی.